سلام به همه کشاورزان عزیز. امروز می‌خواهیم درباره اهمیت استفاده از قطعات اصلی برای تراکتورهای نیوهلند صحبت کنیم. امروز می‌خواهیم یه نگاه بندازیم به تفاوت قطعات اصلی و تقلبی برای تراکتورهای نیوهلند. این موضوع میتونه تاثیر زیادی روی عملکرد و عمر تراکتور شما داشته باشه. داستان ما از یه روستای سرسبز شروع میشه، جایی که دو کشاورز به نامهای محمد و علی با تراکتورهای نیوهلندشون مشغول کارن. این دو کشاورز هر دو سخت کوش و پر تلاش هستن. محمد همیشه قطعات اصلی رو از نمایندگی رسمی میخره. تراکتورش همیشه مثل ساعت کار میکنه و هیچ مشکلی نداره. او میداند که استفاده از قطعات اصلی به معنای اطمینان از کیفیت و دوام بیشتر است. اما علی تصمیم میگیره برای صرفه‌جویی تو هزینه‌ها قطعات تقلبی رو از مغازه‌های متفرقه بخره. او فکر می‌کند که این کار به نفع جیبش است، اما نمی‌داند که چه مشکلاتی در انتظارش است. حالا بیاین ببینیم چی میشه. آیا تصمیم علی به صرفه‌جویی در هزینه‌ها واقعاً به نفع او خواهد بود؟ محمد با خیال راحت سوار تراکتورش میشه و میره سرزمین. همه چیز داره خوب پیش میره. تراکتورش بدون هیچ دردسری کار میکنه و محمد هم از کارش لذت میبره. او میداند که میتونه به تراکتورش اعتماد کند. اما علی، تراکتورش شروع میکنه به اذیت کردن. قطعات تقلبی زود خراب میشن. علی مجبور میشه وقت و انرژی زیادی رو صرف تعمیر تراکتورش کنه. حتی یه بار وسط کار، تراکتور از کار میافته و علی زمین گیر میشه. این اتفاق باعث میشه که علی نتونه به موقع کارهاش رو انجام بده و محصولش آسیب ببینه. محمد به علی نصیحت میکنه که همیشه قطعات اصلی بخره. او به علی توضیح میده که استفاده از قطعات اصلی چقدر میتونه در صرفه‌جویی زمان و هزینه مؤثر باشه. علی کم کم متوجه میشه که با خرید قطعات تقلبی نه تنها پول بیشتری خرج میکنه، بلکه کلی زمان و انرژی هم از دست میده. او میفهمه که تصمیمش اشتباه بوده و باید به توصیه محمد گوش میداد. آخر داستان، علی تصمیم میگیره از این به بعد فقط قطعات اصلی رو از نمایندگی رسمی بخره. او میدونه که این کار به نفع تراکتورش و کار خودش خواهد بود. تراکتورش هم دوباره مثل روز اول میشه. علی حالا میتونه با خیال راحت به کارش ادامه بده و از تراکتورش لذت ببره. کشاورزان عزیز، همیشه یادتون باشه که استفاده از قطعات اصلی یعنی اطمینان از کارکرد بهتر و عمر بیشتر تراکتورتون. این کار به شما کمک میکنه تا از مشکلات غیر منتظره جلوگیری کنید و بهره‌وری بیشتری داشته باشید. ممنون که همراه ما بودین. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تونسته باشه اطلاعات خوبی در اختیارتون بذاره. همیشه به یاد داشته باشید که انتخاب قطعات اصلی به معنای انتخاب کیفیت و اعتماد است. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. امیدواریم که همیشه موفق و پیروز باشید.